بچه مرا نکشید، من تسلیمتان میشم. علی اکبر پسر 25 ساله امام حسین به میدان میره، مبارزه میکنه در یک دشت سوزان، ساعتها مبارزه میکنه و پیش پدر خود میگه پدر آب بده. علی اکبر هم میفهم آب نیست، ولی اولاد غیر پدر مگه پناهگاهی داره؟ و امام حسین زبان خودشان میته میگه از خودش نترسن بچه. برو به زودی به دست پدر کلانت سیراب میشی. تو هنوز پدر نشدی نمیفهمی، سلفی اولاد آدم تحملش نداره. و 25 سالگی چی جوان رعنایی می داشته باشی و میفهمی شهید میشه. اولی هنوز طرفدار حق میمونی، نمیگی کولش کرد تسلیم میشه بچه چیز نکنی. بچه مرا نکشید، من تسلیمتان میشم. اما نگه بگه بچه برو. باز شاید فکر میکنم خب بعضی وقت آدم اولاد خود فدا میکنه، ولی کسای دیگه از که اولاد خودت نیست مثل اولادت میخواه برات جان بده، هر کدامش به نوبت شهید شده میره. من به بزرگی از این انسان همیشه حیران مانده که چه قلب بزرگی داشته امام حسین، هم به وفاداری یارش. از دل من در مقابل 5 نفر تنها باشی میترسی، در مقابل 30,000 نفر به میدان میره. تشنه بلب بری جنگ کنی. تو تشنه باشی میگیم بخی آب دستان 5 دقیقه درس حساس تشنه شدم. بچه یاد بگی که 5 دقیقه صنفت تشنگی مشنگی رو نشناس، درس نتا بخوان. بسیار وقتا شده ما تشنه شدیم، اما درس خود ادامه دادیم. گفتیم ما خود دشت کربلا نیستیم، 3 روز خود تشنه نمانیم، 1 ساعت پیش آب و چای خوردم.